چند سال پیش در یک مسابقه 2 ماراتن در اسپانیا، دونده کنیایی به نام آبل موتایی که مدال المپیک هم داشت، نزدیک خط پایان بود. او فکر کرد مسابقه تمام شده و چند متر مانده به خط پایان ایستاد. اما پشت سرش دونده اسپانیایی به نام ایوان فرناندز بود. ایوان می توانست به راحتی از او جلو بزند و قهرمان شود، ولی این کار را نکرد. او شروع کرد داد زدن و اشاره کردن به موتایی که ادامه بده. چون موتای زبان اسپانیایی بلد نبود، متوجه نشد. در نهایت فرناندز پشت سر او دوید و با دست او را به سمت خط پایان هل داد تا همان قهرمان واقعی شود. تماشاگرها مات و مبهوت بودند. خبرنگاری از فرناندز پرسید: چرا از فرصت استفاده نکردی و برنده نشدی؟ او جواب داد: رویای من این است که روزی جامعه‌ای داشته باشیم که به یکدیگر کمک کنیم تا موفق شویم، نه اینکه از اشتباه دیگران سوء استفاده کنیم. گاهی یک عمل درست و انسانی از 1000 مدال و مقام درخشانتر است، چون چیزی می‌سازد که هیچ وقت فراموش نمی‌شود: شرافت. این داستان واقعی است و مربوط به مسابقه ماراتن در سال 2012 بین آبل موتای کنیا و ایوان فرناندز اسپانیا است.